نام تبریکی عجیب و باور نکردنی آریانا سعید به مناسبت عروسی غزال عنایت. غزال عنایت با کی ازدواج کرده است؟ آریانا سعید رقیب هنری غزال عنایت در کجا زندگی می کند؟ مصروف چی کارباری است؟ افشای حقایق و ناگفته های زندگی آریانا سعید که هرگز باورتان نخواهید کرد و در اشتراک آریانا سعید در بزرگترین جشنواره های موسیقی هندوستان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید هنرمند تک صدا، یکی از چهره‌های محبوب شناخته شده و مطرح در هنر موسیقی افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند تک صدا و محبوب افغان شهرت و محبوبیتش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. در مدت خیلی کوتاه لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش کسب. آریانا سعید هنر موسیقیش برمیگردد و 15 سال قبل در آن زمان کنسرت‌های در افغانستان برگزار کرد و شهرت و محبوبیت هنری آریانا سعید را در میان هنرمندان افغانستان مطرح ساخت. هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین‌الملل برگزار می شود. درآمد خیلی خوبی هم از جشنواره کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید در سال 2018 با سیب ساید مدیر برنامه‌های کاریش نامزد شد، ولی تاکنون محفل از ازدواجش را برگزار نکرده است. ولی این روزها که تصاویر غزال عنایت در صفحات مجازی نشر شده است که وی ازدواج کرده است، هیچ یک از هنرمندان افغان واکنشی در برابر ازدواج غزال عنایت از خود نشان ندادند. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای تک تک از هنرمندان محبوب و مطرح کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را والله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.